امروز میخوایم بریم وارد فیبو گروپ بشیم، داخلش یه اکانت ایجاد بکنیم، یه حساب دمو ایجاد بکنیم، ببینیم نحوه باز کردنش چیه، وارد متا تریدر شیم و ازش استفاده کنیم، یه حساب ریل باز کنیم، حساب سنتی، ببینیم شرایطش چیه، حسابی که اکثرا مبتدی برای تست ازش استفاده میکنن، واریز داشته باشیم، برداشت داشته باشیم، یه 0 تا 100 رو با این بروکر بریم جلو، ببینیم چجوری میتونیم باش کار کنیم. خب من یک ایمیل وارد میکنم، ایمیل اصلیمو وارد نمیکنم، یک ایمیل الکی وارد میکنم، یه قسمتی از شرط رجیستر رو ببینیم برمیگردیم به ایمیل اصلی خودم. خب اکانت رو باز میکنم. خب بعد اینکه لاگین رو زدم یا رجیستر رو در واقع زدم، یه همچین صفحه ای اومد. اول فکر کردم که سایت مشکل داره، ولی خب حالا روند سایت یا ایرادات سایت رو هم همینجا ببینیم که بچه‌ها تعجب نکنن. علیرغم اینکه این صفحه اومده، برای من ایمیل اومده که اینجا یوزر پسم رو وارد کنم. بریم ایمیلم رو ببینیم. اولین قسمت کانفرم ایمیلم هستش، همین ایمیلی که دارم. پس روی این لینک باید بزنم تا ایمیل من کانفرم شه. داخل کابینه شخصی اون یوزر پس که دیدیم رو اینجا زدم. اینجا سری دوم دیگه اون رو به من نشون نداد، یعنی یوزر پس ازم نخواست. یه اطلاعاتی می نویسم، نمیخوام تا فاینال برم چون قبلا ثبت نام کردم، بعد اطلاعات دروغی بنویسم. پس یه اطلاعاتی می نویسم. خب وارد پلتفرم معاملاتیمون شدیم. شارژ حساب الان زوده. اول از همه باید بریم اکانتمون رو وریفای بکنیم. مسلما اگه بخوایم پول بریزیم شاید اجازه بده پول بریزیم، موقع برداشت گیر بده. پس بهتر همین اول خیالمون راحت باشه و اکانتمون وریفای شده باشه. خب امروز گویا یه ذره سرعت نت من پایینه و گاهی ارور میده. این ارورهایی که اینجا میبینیم من فکر میکنم از سرعت نت پایین امروز ایرانه. هرچند هیچ کدوم درست نبود، الکی من یک سری دیتا وارد کردم و این ایمیل هم رو استفاده نمی کنم. خب وضعیت شغلی شما چیه؟ میتونم بزنم فرضاً کارمندم. نگاه کنید این پارامتر عوض میشه. حد اکثر درآمدی رو میتونم بزنم. سمت، یک پارامتر رو میتونم اینجا وارد کنم. آیا باید گزارش مالیاتی داشته باشم؟ اگه بله بزنم اون کد مالیاتیه مهم میشه، نه خیر و ادامه باید برم. بعد این مرحله هم که مسلما باید مدارکم رو برم آپلود کنم برای بروکر و تکمیل اطلاعات پرسشنامه. تاییدیه تلفن رو هم باید از طریق SMS، پیام صوتی یا تلگرام. تو شرایطی که SMS و پیام صوتی کار نکنه تو نت ملی، به شرط اینکه باید فیلتر شکنی داشته باشید میتونید از طریق تلگرام اقدام کنید، چون این دوتا دیگه با فیلتر شکن نمیتونید کارش بکنید. پس یک فیلتر شکن قوی باید داشته باشید. تو شرایطی که نت ملی میشه این دوتا کار نمیکنه. الان هم نمیدونم کار کنه یا نه. الان خرداد ماهیم، اواسط خردادیم، نمیدونم الان راه افتاد یا نه، ولی خب تلگرام چون نت از حالت ملی در اومده مسلما کار میکنه. پس میتونیم گزینه تلگرام رو انتخاب کنیم. تو این قسمت ما مدارک هویتی رو ندادیم، پس من میام تو این قسمت مدارک هویتی یکی از این کارت ها رو الساق میکنم و فایل رو براشون ارسال میکنم. آدرس رو هم قبض فیش خدمات شهری اجاره‌نامه برگه یکی از این مدارک رو براشون ارسال میکنم و تایید میکنم که تو محدوده‌ای که نوشتم واقعا هستم. خب من خارج میشم بتونم وارد حساب کابین خودم بشم.
بریم وارد حساب بشیم. فرضاً من این گزینه رو انتخاب میکنم و لوریجم رو 1/400. اینجا اسکرول داره، آخریش 1/400 و ارز USD رو انتخاب میکنم. مبلغ هم هر چقدر دلتون میخواد، $10,000 برای خودتون واریز کنید. یه حساب دموه، هیچ ارزش واقعی نداره، صرفا برای تسته. ما تو مرحله بعد میایم یک حساب مینی یا سنتی باز میکنیم، اون رو هم یه جوری برای تست حساب میشه، چون با سرمایه خیلی کمی وارد میشید و نمیشه ازش سود خاصی گرفت، بیشتر برای اینکه اون حس معامله واقعی بهتون بده، استرس هاشو درک کنید، بتونید فرضاً یک استراتژی، یک اوتو ترید رو داخلش تست بکنید و از این دست تو مرحله بعد بهش میرسیم. خب یک افتتاح حسابی انجام میدیم. من حساب دمون باز شد، افتتاح حساب. خب و ایمیل حاوی اطلاعات هم برام ارسال شده. احتمالاً تو اونجا آدرس سرور هم داخلش باشه که من بتونم لاگین بکنم. خب بقیه قسمت ها اینجا. اگر متاتریدر رو ندارید میتونید دانلود کنید. ببینید با این اطلاعات میتونم راحت وارد اکانتم بشم یا نه. من ایمیل رو هم چک بکنم. ما وارد اکانت دمو شدیم تو متاتریدر 4. اینجا مارکت رو میتونیم ببینیم. از این قسمت اگر نداشتید کنترل ام رو من میزنم. البته اگر فارسی نباشه فارسیه. کنترل ام رو مجددا اگر بزنم، نمیدونم چرا گاهی کنترل ام درست کار نمیکنه. خب اشکالی نداره. از اینجا از ویو مارکت واچ رو میزنیم و اینجا میتونیم جفت ارز مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. حالا میتونید تو حوزه فرضاً بیت کوین باشه، یه دونه بیت کوین رو تست کنیم. ارزهای دیجیتال هرچند به نظرم تو متا تریدر زیاد جذاب نیست توی اینها ترید کردن. یعنی نمودار رو میبینیم، یکم زومین میکنیم و قیمتمون الان $63,000 هستش. میخوام ببینم که اسپریدش چقدره. من میام تو پراپرتیز و اسک لاین رو میزنم. ببینیم حدوداً توی تایم فریم دیگه چند پیپ اختلاف داره. نگاه کنید خیلی ما توی ضرر وارد معامله میشیم توی ارزهای دیجیتال. یعنی من الان فرضاً سل رو بزنم، از اینجاها حساب میشه. یعنی ما استارت کار تو کلی ضرریم یا برعکس تو بایو. ما یک سل میزنیم تستی، صرفاً توصیه هم نیست تو حساب ریل توی ارزهای دیجیتال شاید حساب کنیم، یا بعداً بررسی میکنیم ببینیم اوکی یا نه. میتونیم یک حجم بالا بزنیم یا حجم پایین، فرضاً 100. من اگر حجم کم کنم، بذار ببینیم مثلا حجم چرا کم میشه. من ناملاکم شاید خاموشه، نه ناملاکم هم روشنه و 0.1 درست شد. اگه با حجم منطقی حساب ریل بود میتونید با حجم های کمتر برید، مثل 0.1 100. تو حساب دمو خب دستتون بازه، میتونید تست کنید با حجم های بالاتر وارد بشید. خب یک سل بزنیم، احتمالاً با کلی ضرر بریم تو معامله. اکسپت میکنم. بار اول چون اکسپت میکنیم چیزی نمیزنه، بار دوم میزنم و وارد معامله میشیم. $154 تو ضرر وارد معامله شدیم به خاطر اسپریدی که میگیره بابت این معامله و اینجا کامیسیونش 0. سوابش هم اگر بگذره من چک نکردم ببینم سواب داری یا نه. اگر فرضاً 1 روز 2 روز چند روز باز باشه، این شروع میکنه به عدد انداختن. عددش این که مثبت منفیه و چه مقدار هست رو میتونیم
مشاهده بکنیم. توی فرضاً بیت کوین راست کلیک میکنم، اسپسیفیکیشن رو میزنم. این قسمت مربوط به سواب لانگشه، یعنی هم لانگش هم شورتش هم بای هم تو سل منفیه، یعنی زمان میخوره ازمون یک پولی رو کسب میکنه بابت ورود به این معامله. تو بعضی ها جفت ارزا مثل طلا اگر من برم توی فرضاً طلا اگه بریم باید مثبت باشه تو خرید یا تو فروش. الان به نظر میاد که مثبته، یعنی میتونید که سواب ها رو اینجا ببینید که مقدار چیه و اینجا هم اسپریتش فلوت شناوره میتونه متغیر باشه. بسیار عالی. پس ما یک معامله کردیم، $237 تو چند ثانیه رفتیم تو ضرر. این نشون میده که چقدر فارکس میتونه ریسکی باشه، مخصوصا با حجم‌های بالا. پس اگر استرسش رو نمیتونید تحمل کنید، یا با حجم بالا وارد نشید یا بدونید که پولتون رو میتونید تو چند ثانیه صفر کنید. همونطور که میتونید زیادش کنید که این قسمتش واسه بعضی جذابه و همونقدر که احتمال برد دارید احتمال ضرر داشتن هم داخلش هست، چه بسا به خاطر سواب کمیسیون و اسپردی که میدید دیفالت شما از نظر آماری تو ضررید، چون بابت هر معامله‌ای دارید کارمزد میدید. خب بریم برای یک حساب معاملاتی واقعی، حسابی که توش باید پول واریز کنیم و معاملاتمون سود و ضررش واقعا از حساب ما کم میشه یا به حساب ما اضافه میشه. افتتاح حساب رو میزنم. قبلا یه چیز داشتم میتونم شارژش کنم یا یه حساب جدید افتتاح کنم. خب این سری من میخوام حساب سنتری رو تست بکنم. حداقل $1 میتونم واریز کنم بهش. خب عدد خوبیه برای تست و برای مبتدی ها و آزمایش کردن. ربات ها مخصوصا اگر رباتی دارید میخواین تست کنید براش جالبه. خب و لورجش تا 1/3000 هستش. حساب رو میگیریم، اینجا میتونیم تغییر بدیم لورج رو. از نوع سنت و یا گولد میتونه باشه. ما USD سنت رو انتخاب میکنیم. آیا به ایمیلمون چیز بیاد یا نه، من ترجیح میدم نیاد و افتتاح رو میزنم. اطلاعاتش اومد. احتمال داره این سری بعد به ما نمایش داده نشه. خب من اینا رو واسه خودم یه سیو نگه میدارم. خب شارژ حساب رو بعد انجام بدیم تا بتونیم معامله رو شروع بکنیم. انتقال داخلی، یک نفر که فیبو گروپ داره میتونه برای شما واریز بکنه. انتقال به ریال از حساب‌های واسط میتونید استفاده بکنید. راهنما داره، میتونید به اون حساب‌ها ریال بزنید، اونها براتون حساب رو شارژ بکنن و طبق چیزی که نوشته خب این سایت ها معتبر هستن، سایت هایی که خود فیبو گروپ به شما معرفی کرده. میریم سراغ رمز ارز. شارژ حساب رو میزنم. حساب مبدأ. خب این حساب قدیمی من هستش. ما حساب سنت رو الان باز کردیم و خودش هم رو همین هست، چون من داخل همین حساب شارژ رو زدم. نوعش خب مثلا BTC خوب نیست. USDT من میترسم چون سنترالایزه. TRX یا ترون رو بیشتر ترجیح میدم. 2 ترون تقریبا فکر کنم الان کارمزد باشه. ما 10 ترون وارد میکنیم، حدودا $3. مبلغ حداقل باید 50 ترون وارد کنه. خب داره فکر میکنه ولی نمیدونم برای چی داره فکر میکنه. خب من اشتباه انتر رو زدم، برمیگردم که ببینیم اول شارژ حساب. خب اینجا 50 حداقل بود یا بذارید ببینم چند میزنه. ببخشید TRX 1 10 رو قبول نمیکنه. 50 رو چطور قبول کرد؟ درسته، حداقل 50 TRX. پس نوشته بود $1. $1 هم نیست، من باید $15 بریزم از این روش اگه بیام. یعنی عددی که نوشته بود عددی نیست که واقعا اینجا همون رو ساپورت کرده باشه.
با اینکه حساب سنتی هستش. حسابمونم ترونه و شارژ رو میزنم. خب نوشته این QR کد رو اسکن کنید اگر رو موبایلید یا اینکه اینو کپی کنید. من اینو کپی میکنم، میرم توی کیف پول صرافی دیجیتالم، قسمت ترون و میخوام برداشت بزنم. شبکش خب TRC 20، آدرس رو میزنیم و مقدار رو میزنم 52 تا، چون کارمزد نوشته 2 ترون، یعنی برای اینکه 50 تا بره من 2 تا هم کارمزد باید بدم. موجودی دارم، پس همه چی اوکی. درخواست رو میزنم، 50 تا دریافتیه و به آدرس کیف پولی که گرفتیم از فیبو تایید رو میزنم. خب مراحل رو من طی میکنم تا تموم بشه. خب درخواست ثبت شد، در حال انجامه. وای میسیم تا درخواست انجام بشه. خب دوستان واریز انجام شد. قسمت پشتیبانی پاسخگو بود، یعنی با اینکه حالا واریز تو مرحله انجام بود، این سمت هم من با پشتیبانی چت کردم، سریع جواب دادن و از این بابت خوشحالم که پاسخگو هستن. به فارسی هم جواب دادم و شبیه هوش مصنوعی فکر میکنم نباشه، یعنی شاید این قسمت اتومات بوده باشه، بقیه قسمت ها به نظر میاد که AI نبوده. خب بریم سراغ متاتریدر 4 و وارد اکانتمون بشیم و ببینیم به چه صورت هستش. $15 وارد اکانت ما شده. تو حساب های معاملاتی هم اگه بریم این قسمت ما $15.74 داریم. بریم داخل متاتریدر بشیم. خب بریم داخل اکانتمون، لاگین رو بزنیم. خب لاگین رو میزنم ببینم کانکت میشیم یا نه. خب وارد حسابمون شدیم و اینجا میتونیم ببینیم ریال سرور 2 داخلش 15 سنت، در واقع 2 تا اعشار باید ازش کسر کنیم. 15 سنت ممیز 73 صدم سنت و الاخر داخلش پول هست. من حواسم نبود، یه ترید زدم، داشتم آموزش میدادم، نگو اصلا رو ضبط نبود، منتظر بودم کانکت بشه به سرورمون. احتمالا یه ذره بیشتر از اون چیزیه که ما شارژ کرده بودیم. خب مجدد وارد پروسه معامله میشم. یه توضیح کلی بدم برای کسایی که تازه وارد این بازار شدن. میام یکی از جفت ارزها رو فرض کنید، اینجا جفت ارزی ندارید، یه دونش رو باز میکنید. برای مثال اکثرا روی یورو یو اس دی شروع میکنن. من میرم روی یورو یو اس دی، فکر کنم اینجا داریم، اگه نبود یورو یو اس دی رو اینجا میتونم پیدا کنم. اینجا هستش. روش راست کلیک میکنم، چارتش رو میزنم باز شه، گریدش رو دوست ندارم ببینم و یک ذره میخوام صرفا زوم باشه، نمیگم که این تایم فریم خوبه یا چیزی، صرفا میخوام ببینم یه جا که یه ذره زوم تر باشه. بعد خب وارد یک معامله میتونیم اینجا بشیم. هیچ سناریویی نداریم، صرفا میخوایم یه تست بگیریم ببینیم چجوری. میتونید راست کلیک کنید، تریدینگ، نیو اوردر بزنید، اینجا اطلاعاتتون رو وارد کنید. میتونید بای لیمیت بذارید یا سل لیمیت بذارید یا روی این گزینه بزنید. اینجا حجمتون رو مشخص کنید، فرضاً 0.3. خب حسابم سنتی، اونقدری بالا پایین شدنش استرس بهمون نمیده، هرچند برای کسی که شروع میکنه من توصیه هم 100 ولی خب اینجا 300 میزنیم که یه ذره ملموس‌تر باشه عدد و وارد معامله میشیم. فرضاً با یا سل، یه دونه از این دوتا انتخاب کنیم. من سل رو انتخاب میکنم. خب یه معامله وارد شد. نگاه کنید با حدوداً یه اسپردی وارد معامله شدیم، یعنی فکر میکنم 0.3 تو ضرر بودیم، با اینکه نگاه کنید تو سود رفته ولی هنوز ما
به سود تازه تو سود رسیدیم، یعنی با یک اسپردی اختلاف اسک و بیدی وارد معامله شد. بذار ببینیم، میتونیم اسک و بیدش رو ببینیم، اختلافش رو شو تقریبا اینجا نشون نمیده درست، ولی اختلاف زیادتر بود. و عرضم به حضورتون که کمیسیون نگرفته، سواب هم خب زمان نگذشته، نمیدونم این حساب سواب داشت یا نه، باید زمان بگذره و امروز جمعه است، فردا بازار تعطیله، پس فردا تعطیله، پس میره برای اگر باز نگه دارن برای بعدها. میتونیم براش یه تیک پروفیت بزنیم چون سله نوع در واقع پوزیشنمون سله، پس این میشه تیک پروفیت، چیزی که پایین تره. و یه استاپ لاس هم بذاریم اینجا. صرفا یک تمرینی برامون باشه. من یک استاپ میکنم، میرم برمیگردم ببینم به کدومشون میخوره. هیچ منطقی نداشت این ورود و خروج، صرفا برای یک مبتدی، برای اینکه یک استارت اولیه رو بزنه، حساب شارژ کرده باشه و اینجا نتیجه رو ببینه. من پاز میکنم، برمیگردم. نکته‌ای که هستش، من این تک پروفیت رو یکم بردم بالاتر. میخوام نشون بدم که وقتی این به این خط برسه معامله بسته نمیشه. امیدوارم بیاد پایین که ببینیم، صرفا برای اینکه نمایش بدیم. این خط قرمز یعنی اختلاف اسک و بید، اون اختلاف خرید و فروش، باید این برسه به این قرمز تا بسته بشه. یعنی من بیام بخوام به تیکم برسم، نگاه کنید دیرتر برسم تا اینجا، باید بیام تا این برسه به تیکم تا من یک سودی رو کسب کنم. ولی اگه برعکس بره بالا، این خیلی سریع، یعنی این خط برسه اینجاها، این تقریبا قرمز رسیده به استاپ لاس هم و بسته شد. این حواستون به این اسپرد باشه که تو معامله ها، مخصوصا اگر اینقدر تیک و استاپتون کم باشه، علنا پولتون رو میخوره و از نظر آماری اصلا درست نیست وارد یه همچین معامله های و اینقدر تیک و استاپ کم بشید در حالی که دارید یک اسپرد خیلی زیادی رو میدید. یعنی تو دراز مدت شما بازندید به خاطر اینکه دارید مبلغ زیادی رو نسبت به تیک و استاپتون ریسک میکنید. از نظر آماری صرفا گفتم، حالا بعضی شاید حرفه‌ای و میتونن این کارو بکنن. خب دقت کرده باشید وقتی قرمز رسید ما سودمون رو گرفتیم. میتونیم بریم توی اکانت هیستوریمون. یه معامله من الکی قبلش زدم، حواسم نبود، ضبط نبود. این معامله 84 صدم سنت، یعنی اصلا عددی نیست که قابل گفتن باشه، ولی خب جذاب بود. رفتیم تو سود، حس خوبی بهمون داد. امیدوارم که همیشه هم تو سود باشید و حس یک معامله واقعی رو داد. صرفا همین، ولی عدد واقعا عددی نبود. الان من بخوام اینو برداشت کنم، 2 ترونی که دادم برای اینکه پول بیاد اینجا و 2 ترونی که برای برداشت میدم یا شاید بیشتر، معمولا بروکرها کارمزد رو بالاتر میگن که سریعتر پول بره. پس این عدد اصلا نسبت به اون عددی نبود. خب پس ما دیدیم چجوری لاگین کنیم داخل اینجا، هم حساب دمو هم حساب ریل رو، و چجوری یک معامله ساده‌ای رو انجام بدیم و نهایتاً خارج بشیم و بریم پول رو حالا این بار برداریم. ببینیم چجوری میشه برداشت پول رو زد. من این کار رو اینجا انجام بدم. خب میام توی سایت فیبو گروپ برداشت وجه رو میزنم. شاید از حساب بره بیرون، خب نرفت، خوشبختانه میتونم بزنم به حساب یه نفر دیگه، مثلا رفیق دارم باش حساب کتاب دارم، بزنم فیبوی اون فرد. میتونم از همون روشی که گفتم استفاده بکنید. اینجا برداشت ریالی، یعنی اون شرکت برای شما ریالی برداشت میزنه، یا برعکس ریالی میتونید بهش بزنید حسابتون شارژ کنه. شاید یک ذره زمان برتر باشه از روش‌های دیگه. من برداشت وجه رو میزنم، امیدوارم حجمی که زدیم رو ساپورت کنه. خب از این حسابی که سنت هست، متاتریدر 4 حساب سنتیش رفتیم جلو. حداقل مبلغ برداشت رو زدم و چقدر حساب داریم باید میزد یه گوشه که بدونیم چقدر برداشت میدیم. نوعش رو میکنم TRX و یه عدد میزنم ببینم. خب تشخیص نداد. این به نظرم یه ذره ضعفه. باید اینجا به شما میگفت شما چقدر تو حسابتون پول دارید. خب نوشتش
اشتباه از من بود، نوشت $15 میتونید بردارید. پس من میزنم 15.74 هم میزنم ببینیم. خب حداقل مبلغ برداشت 50 TRX، یعنی من نمیتونم 50 تا رو خب ندارم، یا حد اکثر مبلغ برداشت 15. یه استاپ میکنم ذهن من متمرکز شه ببینم چی میگه. خب من چون 50 TRX زدم، حالا یه سود خیلی کوچیکم کردم و اینجا باید کارمزد ازش کم بشه، یعنی موقعی که واسه من میفرسته احتمال 48 یا 47 TRX باید بفرسته، رو هم حساب داره ایراد میگیره. اگر رقم دلاری رو بالا بزنم میزنه اصلا اینقدر داریم 15.74. وقتی میزنم 15.74 میزنه 50 TRX. خب 15.74 احتمالاً با کارمزدش کمتر از 50 TRX، من باید یه چند TRX بیشتر میزدم بذاره برداشت کنم. پس این هم تجربه شما شد که از یه حدی کمتر اگه میزنید برای تست دیگه نمیتونید برش دارید، میتونید باهاش اینجا حال کنید یا اینکه بهش اضافه کنید، یه مبلغی رو واریز کنید و استفاده کنید. یه صرفا توضیح میدم، من تو آلپاری یک بار برداشت رو زدم، اگر ویدیوی قسمت آلپاری رو ببینید اون هم ارز دیجیتال دقیقاً. خب کاربردش مثل اینه، من صرفا مراحل رو میرم ولی خب مسلما بهم اجازه نمیده برداشت رو بزنم. خب من ارز رو ترون انتخاب کردم، TRX یا ترون، چون دیسنترالایز احتمال بلاک کردنش برای ایرانیا کمتره. اینقدر از حسابم USD کم میشه چون من همین عدد رو نوشتم و TRXش با کسر کمیسیون اینقدر میشه. من یه ذره دیگه بیشتر داشتم میتونستم برداشت کنم. خب آدرس کیف پول، میرم توی کیف پولم توی قسمت ترون، این بار میخوام برام واریز کنید اون برداشت اون بره این بر، یعنی پول میخوان بزنم به حسابم. خب شبکهش فقط TRC 20، این آدرسمه. حالا هر کیف پولی که استفاده میکنه شخصی یا صرافی اینجا میزنم. توضیحات خاصی ندارم، شاید توضیحات به درد خودم بخوره بعداً توی نوتیفیکیشنش بزنم. حساب برداشت آموزشی مثلا یا هر چیز و ادامه رو بزنم. خب مسلما به هم گیر میده. بله گیر داد. خب میبخشید من نمیدونستم یه همچین محدودیتی داره، فکر میکردم محدودیتش رو $10 باشه، یه ذره بیشتر از $10 بود، 16-17 بود و همین نتونستم برداشت بزنم. من عدد بالاتر از $10 زدم که بتونم برداشت رو هم بهتون نشون بدم، ولی اینجا من برداشت رو میزنم، صرفا یه اطلاعاتی مسلما برام باز میشه که چقدر میاد، چقدرش بابت کارمزد کم میشه و اینجا توی صرافی کیف پولتون نوتیفیکیشن میاد که اینقدر مبلغ اومد به حسابت. امیدوارم که همیشه موفق باشید، امیدوارم معاملاتتون همیشه پر از سود باشه. لینک سایت فیبو گروه از پایین همین صفحه اگر روش بزنید واردش بشید برای ما هم امتیاز قائل شدید، برای ما هم آورده داره. رو هم حساب تشکر میکنم اگر از لینکی که ما تو سایتمون گذاشتیم به اسم cpip.com استفاده بکنید. خوشحال شدم که این برنامه هم براتون تهیه شد و با آرزوی بهترین ها. خداحافظ.